سلام، من رضا پورمختار هستم، کارشناس و برنامه‌نویس سامانه مدیریت پروژه دفتر فنی. در طی سالها تجربه ناشی از کار و فعالیت در حوزه مهندسی عمران و همچنین مشارکت در پروژه‌های نوآورانه مانند به کارگیری سیستم BIM در بخش ساخت و ساز و همچنین انجام و مدیریت پروژه‌های برنامه‌نویسی در حوزه‌های محاسبات سازه، اتوماسیون‌های اداری و فروشگاهی تحت وب، وجود یک سامانه مدیریتی که بتونه به مدیریت پروژه‌ها فاقد از رشته و حوزه فعالیت به صورت علمی، مؤثر، پیشرفته و در این حال ساده کمک کنه رو احساس می‌کردم. با توجه به تسلطی که روی استاندارد مدیریت پروژه PMBOK داشتم، تصمیم گرفتم این سامانه رو با استفاده از اصول این استاندارد معتبر پیاده سازی کنم. همونطور که میدونید پس از انتشار ویرایش شماره 7 از طرف مؤسسه PMI، بحث‌ها و چالش‌های زیادی میان کارشناسان امر پدید اومد. چرا که ما شاهد تغییر رویکرد این مرجع از حالت سازمانی یا ارگانیزیشنال به حالت گروهی یا تیم ورک بودیم. از طرف دیگه شاهد تغییر محتوا از حالت فرآیند محور به اصطلاح procedural based به حالت بخش محور با تمرکز روی بخش‌های مختلف پروژه نیز بودیم. در سامانه دفتر فنی سعی شده تا حد امکان مباحثی رو که قابلیت پیاده سازی با یک نرم افزار رو داره در این سامانه قرار داده بشه تا همه دست‌اندرکاران پروژه شامل مدیران و همکاران پروژه بتونن از یک چارچوب علمی و عملی برای برنامه‌ریزی، انجام و پایش وضعیت پروژه خودشون بهره بگیرن. هدف انجام هر پروژه این هست که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با صرف حداقل هزینه بشه به اهداف یا ابجکتیو های پروژه مورد نظر که میتونه تولید یک محصول صنعتی و یا یک محصول خدماتی و در این حال دارای یک ارزش خلق شده برای همه ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران پروژه و حتی کلیه شهروندان جامعه باشه. از شما بابت تماشای این مقدمه کوتاه تشکر میکنم و ازتون دعوت میکنم بخش بعدی که معرفی امکانات سامانه دفتر فنی هست رو ملاحظه بفرمایید.